عزیزان همراه فوتبال پلاس دوباره خوش آمدین. با یک ویدیو جدید در خدمت شما هستیم. بعد از یک وقت طولانی نسبتا یک هفته‌ای که نتونستیم براتون ویدیو بگیریم و انفوگرافیک آماده بکنیم. البته دلیلش بود که ما الگوریتم تهیه انفوگرافیک خود کاملا آپدیت کردیم و یک به اصطلاح سبک جدیدی از انفوگرافیک را براتون آماده کردیم که در ویدیو براتون نشان میدم. و فقط آپدیت انفوگرافیک نبود، ما به طور کلی اون مدلایی که توسط از اون دیتا را آنالیز میکردیم و پیش بینی ها را انجام میدادیم به طور کامل تبدیل کردیم، مدلای جدیدتر و پیشرفته تر آوردیم، استفاده کردیم و به همین دلیل متاسفانه بازی های هفته قبل نتونستیم براتون ویدیو بگیریم و انفوگرافیک تهیه بکنیم. اما دوباره سیستم ما کارش تمام شده و از این به بعد مثل همیشه تمام بازی ها را براتون انفوگرافیک میسازیم و ویدیوهای پیش بینیش تهیه میکنیم و میتونیم به طور دوامدار ویدیوها رو دنبال بکنین و از پیش بینی‌هایی که انجام میدیم استفاده بکنین و به دردتان بخوره. بریم طرف ویدیو. وقت زیاد گرفته نشه اما قبلش مثل همیشه براتون یادآوری کنم که ما زحمت خیلی زیادی برای تهیه این ویدیوها و انفوگرافیک‌ها میکشیم و اگر از محتوایی که ما تولید میکنیم خوشتان میاد و دردتان میخوره و استفاده میکنین ازش، حتما این ویدیو را لایک بکنین، کامنت بکنین، کانال ما رو سابسکرایب بکنین و اگر دوستای دیگه هم دارین که به این سبک از ویدیو علاقه دارن، به پیش بینی بازی ها نیاز دارن، حتما ما را برشان معرفی بکنین و در کل از هر طریقی که میتونین از ما حمایت بکنین. و بریم سراغ انفوگرافیک های که آماده کردیم. انفوگرافیک های جدید با سبک جدید با مدل جدید. همونطور که روی تصویر دیده میتونین ما امروز قرار است که دو بازی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان به اضافه بازی النصر در مقابل الاهلی براتون در این ویدیو انفوگرافیکایش نشان بدیم. البته به خاطر که ویدیو خیلی طولانی نشه من فقط بازی پاریس و بایرن براتون آمارا و اینایش هم میگم و تحلیلش انجام میدم. میتونین انفوگرافیک های دیگه ما را از طریق لینک هایی که ما در بخش دیسکریپشن و در بخش کامنت ها براتون میمانیم با ما به تماس شوین. ما در کانال اختصاصی که داریم ادتون میکنیم، اونجا تمام این انفوگرافیک ها گذاشته میشه. شما میتونین چی در موبایل چی در کامپیوتر و حتی در تلویزیون های هوشمند این گرافیک ها را باز بکنین، خودتان تجزیه و تحلیل انجام بدیم و استفاده بکنین ازش. خب این بازی اول ما بازی پاریس در مقابل بایر مونیخ است که قرار است امشب در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، البته دور رفت انجام شود. همونطور که دیده میتونین پاریس میزبان است و بایر مهمان. به دلیل اون رده‌بندی که در جدول داشتن بازی رفت خانه پاریس برگزار میشه. بریم قسمت اول فرم دو تیم در 10 بازی آخر ببینیم. از پاریس شروع بکنیم. پاریس در کل در 8 بازی آخر خود 8 برد 0 مساوی و 2 باخت داشته. در بازی‌های خانگی 4 برد 0 مساوی و 2 باخت. هر دو باختی که داشته در بازی خانگی بوده و خارج از خانه هم 4 بازی کرده که هر 4 تایش برده و هیچ باختی نداشت. همونطور نتایج تمام بازی‌هاش هم می‌تونید ببینید. دو باختی که داشته 3-1 در مقابل موناکو و 2-1 هم در مقابل لیون با درخشش اندریک باختن. از اون طرف بایر مونیخ هم می‌بینیم که در 10 بازی آخر خود 9 برد و 1 مساوی داشته. در بازی خانگی خود هیچ باختی نداده، هیچ مساوی باخت و مساوی نداره. 4 بازی که در 4 تا برده. در بازی خارج از خانه هم 5 بازی کردن که 6 بازی کردن که 5 تاش بردن، 1 مساوی دارن و 1 مساویشون در مقابل بایر لورکوزن بود. یک بازی مساوی شد. غیر از او تمام بازی‌های خود بردن. فرم خیلی فوق‌العاده دارن. همونطور پاریس سن ژرمن هم فرم خیلی فوق‌العاده داره. این دو تا باخت شده نظر نگیرین، اخیراً بازی خیلی خوبی انجام میده. بریم سراغ قسمت دوم، بخش تحلیل آنالیز گل‌های دو تیم. پاریس سن ژرمن در 10 بازی آخر خود 27 تا گل زده که 15 تاش در داخل خانه بوده، 12 تاش خارج از خانه بوده، 12 تاش در نیمه اول زده و 15 تاش هم در نیمه دوم زده. گلای خورده پاریس هم کلا در 10 بازی آخر خود 8 گل خورده. گل خیلی کم میخوره پاریس و از این 8 گلی که خورده هر 8 تاش هم در داخل خانه بوده و در بازی خارج از خانه هیچ گلی دریافت نکرده. بایر مونیخ هم در اون طرف گلزنیش خیلی فوق العاده تر است نسبت به پی اس جی. 33 گل، یعنی به طور متوسط 3.3 گل در بازی خود حداقل در 10 بازی آخر زدن. از این 33 گل 16 تاش داخل خانه و 17 تاش خارج از خانه بوده، نسبتا متعادل است. و در نیمه اول بایر 11 گل زده، در نیمه دوم 22 گل، یعنی 2 برابر نیمه اول در نیمه دوم گلزنی کردن. خب
میتونین این رو در نظر بگیرین. در بازی امشب نیمه دوم بایرن فشار خیلی زیاده وارد خواهد کرد. البته اینجا در این قسمت هم باز تحلیلش داریم. گلای خورده بایر مونیخ کلا 13 گل 1.3 گل در بازی دریافت کردن در 10 بازی آخر خود که 6 تاش در داخل خانه و 7 تاش خارج از خانه بودن. یعنی به اصطلاح راداری هم که اینجا میبینین نوع گلزنی دو تیم، گلای زده و خورده دو تیم نشان میده که همونطور میبینیم پاریس سن ژرمن از داخل محوطه 22 گل زده، گلایش نسبتا اکثریتش در جریان بازی بوده، گلای خوردهش هم خب اکثر گلای خود از داخل محوطه خورده و در ضد حمله هم اینجا 2 گل خورده در 10 بازی آخر خود. خارج از محوطه گل خیلی کم، 1 گل فقط خورده که نشان میده زون 14 خود خیلی خوب میبندن. باشه اکثر گلایی که از خارج از باکس تیما میخورن معمولا 99 درصدش از زون 14 اون منطقه پشت 18 قدم زده میشه و وقتی تیمی از خارج محوطه گل کمتر میخوره معنیش این است که هافکاش خیلی خوب کار میکنن و اون زون 14 اون منطقه پشت 18 قدم خیلی خوب پوشش میدن. از اون طرف بایر مونیخ هم میبینیم که بایر مونیخ هم اکثر گلای خود از داخل محوطه زده، 28 گل از داخل محوطه، گلایش هم اکثرا در جریان بازی بودن. در ضد حمله 3 گل زده، اما پاریس سن ژرمن اینجا میبینیم پاریس سن ژرمن 4 گل در ضد حمله زده و البته در بازی‌های اخیر خود خیلی ضد حملات خیلی خوب میزنن. گلای خورده بایر مونیخ هم میبینین همونطور که میبینین نسبت به پاریس آمار گلای خوردهشان از خارج از محوطه بیشتر از 4 گل در 10 بازی خورده که نشان میده زون 14 خود خیلی نمیتونن خوب پوشش بدن و دیگه گلایی که از کورنر هم خوردن 3 گل بوده که در مقابل پاریس فقط 1 گل از کورنر خورده. مهمترین بخش این قسمت یا قسمت دوم این گراف‌های زمانی دو تیم است که نشان میده هر تیم در چه بازی زمانی. بچه ما آمدیم 90 دقیقه را به چند قسمت 15 دقیقه‌ای تقسیم کردیم و از روی اون براتون نشان میدیم که هر تیم در کدام ساعت در کدام دقیقه از بازی خیلی خطرناک است و در کدام دقایق از بازی آسیب پذیر از گل زیاد میخوره. گراف پاریس دیدم میدونم پاریس این رنگ آبی رنگ گلای زدهش است و رنگ سرخ رنگ هم گلای خوردهش. پاریس در شروع بازی از دقیقه 1 تا 15 6 گل زده و 1 گل هم خورده که خب همونطور که میبینین در اواخر نیمه دوم دوباره فشارشان افزایش پیدا میکنه، نیمه دوم متعادل تر شروع میکنه و هر چقدر که به طرف پایان بازی میریم فشار پاریس بیشتر و بیشتر و بیشتر شده میره. اما آسیب پذیرترین بازی زمانی برای پاریس دقیقه 15 تا 30 است که در 10 بازی آخر 4 گل از دقیقه 15 تا دقیقه 30 خوردن و این زمانی است که پاریس از نظر دفاعی آسیب پذیر است. اما در اون طرف بایرن می‌بینیم گراف دفاعیشان نسبتا نرمال است، در تمام دقایق بازی از نظر دفاعی یک بالانسی دارن که به هم نمیخوره. برخلاف پاریس خب می‌بینیم گرافش خیلی تلاطم داره، بالا و پایین شده. اما پاریس یک عملکرد دفاعی نسبتا نرمال در تمام 90 دقیقه بازی داره، اما عملکرد هجومیشون بازی رو خیلی آرام کنترل شده شروع میکنن. هر چقدر پیشتر میرن اواخر نیمه اول از دقیقه 30 تا 45 پرسشون شدیدتر میشه، فشار زیادتر وارد میکنن. نیمه دوم هم همونطور خوب پرفشار شروع میکنن، اما دقیقه 60 تا 75 کسایی که حالا بازی بایر ندیدن میفهمن یک استراحتی انجام میدن، یک ریکاوری میکنن، کمی بازی رو آرام میکنن، یک نفس تازه میکنن و در آخر بازی دوباره فشارشان افزایش پیدا میکنه. همونطور که میبینیم بایرن از دقیقه 75 تا دقیقه 90 تا آخر بازی در 10 بازی آخر 9 گل، یعنی هر بازی حداقل 1 گل از دقیقه 75 تا 90 زدن که آمار خیلی بی‌نظیری است نسبت به پاریس. پاریس هم خب در آخر بازی فشارش خیلی افزایش پیدا میکنه و 7 گل از دقیقه 75 تا 90 زده. این با ما چی میگه؟ این میگه خب دو تیم فشارشان در نیمه دوم خیلی افزایش پیدا میکنه و هر چقدر با پایان بازی نزدیک میشیم دو تیم بیشتر با شدت بیشتر حمله میکنه و به حریفای خود فشار میارن. و ما نشان میده که نیمه دوم احتمالاً خیلی خشن‌تر، پربرخوردتر و پرگل‌تر خواهد بود این بازی. بریم سراغ قسمت بعدی. اینجا کنترل بازی، پاس‌ها و شوت‌ها را داریم. پاریس سن ژرمن در کل در 10 بازی آخر خود 66.967% تقریبا مالکیت توپ داشته. در بازی در نیمه‌های اول هم آمار نسبتا همون چیز است، 69% است. در نیمه‌های دوم کمی افت میکنه، مالکیت از دست میده. و در این طرف بایر مونیخ هم میبینیم که در بازی آخر خود کلا 65.5% مالکیت توپ داشته. در نیمه‌های اول این مالکیت کمی بیشتر است
اما در نیمه دوم مثل پاریس کمی افت میکنه، چون همونطور که گفتم دقیقه 75 تا دقیقه 60 تا 75 یک استراحتی میکنن، انرژی تازه میکنن، تعویضای خود انجام میدن، بازی رو کمی آرام میکنن، به همون دلیل نسبتا مالکیتشان میایه پایین. بریم سراغ شوتا. پاریس در کل در بازی آخر خود 155 شوت زده که 70 تاش در چارچوب بوده، 50 تاش خارج از چارچوب بوده و 35 تاش هم توسط مدافعان حریف بلاک شده. از اون طرف هم از 105 شوت خود از داخل محوطه و 50 شوت خود هم از خارج محوطه زده. این که نشان میده از خارج محوطه شوت زنیشون خیلی زیاد است. 50 شوت در بازی آخر، یعنی حداقل 5 شوت در بازی از بیرون از محوطه پاریس میزنه. از اون طرف بایر مونیخ تعداد شوتاش خیلی بیشتر از تقریبا 53 شوت بیشتر از پاریس سن ژرمن است. 208 شوت زدن در بازی آخر خود که 82 تاش در چارچوب بوده، 64 تاش خارج از چارچوب و 62 تاش هم توسط مدافعان حریف بلاک شدن. 152 شوت از داخل محوطه زدن و 56 شوت هم از خارج محوطه زدن. خب نشان میده که هر دو تیم علاقه زیاده به شوت‌های خارج از محوطه دارن. 50 شوت در بازی واقعا زیاد است، یعنی نسبت به متوسطی که دیگه تیم‌ها میزنن اگر محاسبه بکنیم 50 شوت آماری است که در سطح بالاتر قرار میگیره. تیم‌های دیگه معمولا هر بازی 5 شوت خارج از محوطه نمیزنن. بریم سراغ پاس ها. بایر مونیخ در بازی آخر خود 6778 پاس داده که در مقابل پاریس سن ژرمن پاس‌های بیشتری 6894 تا داشته. پاس‌های دقیقشان بایر 6120 تا، پاریس سن ژرمن 6216 تا. خیلی اهمیت زیاد نداره. پاس‌های بلندشان پاریس پاس‌های بلند بیشتری نسبت به بایرن ارسال کرده. سانترایشان بایرن بیشتر سانتر میکنه. کورنرایشان پاریس در بازی آخر 72 کورنر گرفت، یعنی 7.2 کورنر در هر بازی حداقل. از اون طرف پاریس 51 تا کورنر گرفت، یعنی 5 کورنر در هر بازی. و بایرن در بازی آخر خود 37 تا کورنر به حریفای خود داده، یعنی 3.7 کورنر حریفای بایرن در هر بازی در بازی آخر ازش گرفتن. و از اون طرف پاریس هم 44 تا کورنر به حریفای خود در بازی آخر دادن. یعنی از روی این میتونین مجموعه رو حساب بکنین که خب هر تیم چند کورنر می داشته باشه در بازی خود، که البته در این پایین در قسمت آخر ما خودمون میره محاسبه کردیم براتون نشان میدیم. از اون طرف لمس توپ در محوطه حریف بایرن 429 بار توپ در بازی آخر خود در محوطه حریف لمس کرده، آمار فوق العاده است. پاریس سن ژرمن هم همینطور 338 بار. این میانگینا درسته که حالا پاریس کمتر از بایرن انجام داده، اما نسبت به تیم‌های دیگر اگر شما چک بکنین این مقدار خیلی زیاد است. همین 338 هم زیاد است. لمس توپ حریف در محوطه، خب از این طرف حریفای بایر مونیخ 229 بار توپ در محوطه بایرن لمس کردن و در 188 بار هم در محوطه پاریس سن ژرمن، که نشان میده پاریس سن ژرمن از محوطه خود بیشتر محافظت میکنه. همونطور که دیدیم گفتم زون 14 خودم نسبت به بایرن خوبتر میبندن، محوطه خودم خوبتر محافظت میکنن، اجازه نمیدن بازیکن‌های حریف وارد محوطهشون شود. دریبل‌های موفق، آفساید و اینا رو هم دیده میتونید، خیلی اهمیت نداره. وقتی ویدیو رو فقط طولانی میکنه خودتون میتونید چک بکنین اگه دوست داشتین. بریم سراغ موقعیت‌های بزرگ گلزنی. پاریس سن ژرمن در بازی آخر خود 37 تا موقعیت بزرگ گلزنی خلق کرده که از این 37 تا 22 تاش از دست داده و در مقابل حریفای پاریس سن ژرمن هم 16 موقعیت بزرگ گلزنی در مقابلش ایجاد کردن. بایرن اما در مقابل 54 تا موقعیت بزرگ گلزنی در بازی آخر خود ایجاد کرده که از 54 تا 35 تاش از دست دادن و در مقابل حریفایشان هم 28 بار موفق شدن که بیگ چانس یا موقعیت بزرگ گلزنی در مقابل بایر مونیخ ایجاد بکنن. خب بازم همون مثل آمارهای بالا، پاریس 16 بار به حریفای خود موقعیت بزرگ گلزنی داده و بایرن 28 بار، تقریبا 2 برابر است، نزدیک 2 برابر است، حالا چیزی کمتر، که نشان میده پاریس به شدت از نظر دفاعی نسبت به بایرن، درسته که در آمارهای تهاجمی نسبت به بایرن ضعیف‌تر است، اما در آمارهای دفاعی به شکل واضح نسبت به بایر مونیخ بهتر است. از محوطه خود خوب دفاع میکنه، از زون 14 خود خوب دفاع میکنه، موقعیت بزرگ گلزنی به حریفای خود نمیده و تمام اینا نشان دهنده یک بازی خیلی جذاب است که امشب توسط این دو تیم خواهیم دید. بریم سراغ ایکس جی که دو تیم تولید کردن. در مجموع بایر مونیخ 31.78 نزدیک 32 ایکس جی تولید کرده
که بایر مونیخ 21 XG، تقریبا 10 XG بیشتر از پاریس سن ژرمن بایر مونیخ تولید کرده. اگر پنالتی ها را در نظر نگیریم، بایر تقریبا دوباره همون 31 XG خود تولید کرده اما پاریس سن ژرمن 18.87 نزدیک 19 XG تولید کرده. در خانه هم به طور متوسط بایرن 3.86 یعنی 3.86 XG بچه‌ها اگر مهاجمان دقت بکنن حتی برای زدن 5-6 گل کافی است. XG خیلی بالایی است. پاریس در مقابل 2 XG تولید کرده در داخل بازی خانگی خود، اما در بازی خارج از خانه پاریس سن ژرمن 73 و بایر مونیخ هم پاریس سن ژرمن 2.73 و بایرن 2.73 و پاریس سن ژرمن هم 2.27 XG تولید کردن که خب نسبتا متعادل است. و از اون طرف حریفای بایرن هم 1.66 XG در هر بازی به طور متوسط در مقابلش تولید کردن که خب حریفای پاریس سن ژرمن 0.89. می‌بینیم همه آمارهای دفاعی به نفع پاریس سن ژرمن است در حالی که آمارهای تهاجمی به نفع بایر مونیخ است. این نشان میده که پاریس سن ژرمن از نظر دفاعی نسبت به بایر مونیخ در بازی آخر خود عملکرد بهتری داشته. همونطور میریم سراغ آمارهای دفاعی، میبینیم تکل های پاریس سن ژرمن 157 تا، قطع توپایشان 80 تا، 174 بار دفع توپ انجام دادن، 27 بار شوت‌های حریف بلاک کردن و دروازه‌بان‌هایشان هم 29 بار سیو انجام دادن. از اون طرف بایر مونیخ 137 تا تکل داشته، 83 بار قطع توپ، 170 بار دفع توپ انجام دادن، 28 تا شوت‌های حریف بلاک کردن و دروازه‌بان‌هایشان هم 41 سیو انجام دادن. ببین 41 سیو در مقابل 29 سیو، بازم آمارهای دفاعی کاملا به نفع پاریس سن ژرمن است. بریم سراغ نبردها یا دوئل ها. همونطور که می‌بینین کل دوئل های موفق پاریس سن ژرمن 423 تا دوئل بوده که 320 تاش زمینی و 103 تاش دوئل هوایی بوده. در مقابل بایر مونیخ 401 دوئل برنده شده در بازی آخر خود که 311 تاش زمینی و 90 تاش دوئل های هوایی بوده. ببینیم باز هم آمارهای دفاعی 103 در مقابل 90، همیشه آمارهای دفاعی به نفع پاریس سن ژرمن است. این نشان میده که بازی امشب خیلی جذاب خواهد بود. یک تیم تهاجمی فوق تهاجمی در مقابل یک تیمی که در دفاع خیلی خوب عمل کرده. ببینیم نتیجه بازی چه خواهد بود. بریم سراغ خطاها، کارتای زرد و کارتای صفر. بایر مونیخ در 10 بازی آخر از پاریس شروع بکنیم، 87 خطا انجام دادن در 10 بازی آخر خود که از اون طرف حریفایشان هم 92 خطا در مقابل پاریس سن ژرمن انجام دادن. 10 کارت زرد دریافت کردن در 10 بازی آخر خود و حریفایشان هم 11 کارت زرد گرفتن، 1 کارت سرخ خودشان و یکی هم حریفایشان در 10 بازی آخر گرفتن. از اون طرف بایر مونیخ هم 102 بار خطا انجام داده در 10 بازی آخر خود، 94 بار هم بازیکن‌های حریف روی بازیکن‌های بایر مونیخ خطا انجام دادن. 16 کارت زرد خودش دریافت کرد و 16 تا هم حریفایش دریافت کردن، 2 کارت سرخ خودش و 2 کارت سرخ هم حریفایش. نشان میده بایر مونیخ همیشه حالا این آمارا رو وقتی که بالا پایین بکنه انگار که به تیم حریف نگاه میکنه و هر کاری که اونها انجام میدن اینا هم تکرار میکنن. چون هم خطاها کاملا نزدیک هم دیگه است، کارتا کاملا همش با هم برابر است. بریم سراغ آمارهای فردی. بهترین گلزن بایر مونیخ در بازی آخر خود کسی جز هری کین نیست با 8 گل زده. بهترین پاس گل دهنده‌اش هم تجربه‌ور است که مایکل اولیسه نیست، لایمر است با 4 پاس گل و خشن‌ترین بازیکنشان هم اینجا فکر کنم ما یک اشتباهی یک چیزی را وارد کردیم، ادواردو کاماوینگا است که متاسفانه فکر کنم ما در تایپ کردن خودمون اشتباه کردیم، میره حالا اصلاح میکنیم. پاریس سن ژرمن هم بهترین گلزنشان با 7 گل کویچا کواراتسخیلیا که در این وقتا بازی خیلی خوب انجام میده. شفاکیمی هم با 4 پاس گل بهترین پاس گل دهندهشان است و یوسف دایشیمیه نام عجیب غریبی داره با 1 کارت سرخ خشن‌ترین بازیکنشان است. بریم سراغ پیش بینی‌ها. گل‌های احتمالی پاریس سن ژرمن با توجه به تمام آمارایی که تا اینجا با هم بررسی کردیم، پاریس سن ژرمن احتمال داره که 1.4 گل یعنی حداقل 1 گل در این بازی بزنه. از اون طرف بایر مونیخ هم 1.78 نزدیک 2 گل با توجه به تمام آمارها. و شما اینا را با استفاده از یک تعداد الگوریتم‌های، حالا کسایی که اگر آشنایی دارن، مدل پواسون، الگوریتم پواسون است، الگوریتم دیکسون کول است و یک تعداد الگوریتم‌های دیگه است که تمام این اطلاعات ما در اون الگوریتم‌ها وارد می‌کنیم، محاسباتش انجام میدیم و با استفاده از اونها اینا را پیش بینی می‌کنیم. خب این مدل‌ها پیش بینی‌هایی که انجام دادن، پاریس باید حداقل 1 گل در این بازی بزنه، بایر مونیخ نزدیک 2 گل احتمال داره بزنه و مجموع گل‌ها هم در آخر بازی
حداقل 3 گل خواهد بود. کورنرهای احتمالی پاریس سن ژرمن با توجه به آمارایی که در بالا دیدیم احتمال داره که پاریس سن ژرمن در این بازی حداقل 6 کورنر بگیره. احتمال کورنرهای بایر مونیخ 7 کورنر است. مجموع کورنرها در آخر بازی احتمالاً 13 یا حداقل بیشتر از 13 کورنر خواهد بود و احتمال کارت‌های زرد بین 3 تا 5 کارت زرد احتمالش وجود داره. همونطور که دیدیم پاریس سن ژرمن قدرت دفاعی خیلی بالا، بایر مونیخ قدرت هجومی خیلی بالا. بازی در نیمه دوم خیلی پرتنش پرفشار از طرف دو تیم، فشار در نیمه دوم خیلی افزایش پیدا میکنه. خب احتمال داره بین 3 تا 5 کارت زرد این بازی وجود داشته باشه. احتمال اینکه بازی کارت سرخ داشته باشه 12% است، خیلی کم است چون دو تیم در 10 بازی آخر خود کارت سرخ زیاد، بخصوص پاریس سن ژرمن کارت سرخ خیلی نمیگیره. احتمال اینکه بازی پنالتی داشته باشه 22% است. باشه اینجا احتمال پنالتی کمی بالاتر رفته. دلیلش این است که پاریس سن ژرمن در 10 بازی آخر خود فقط یک پنالتی داشته که حالا کسایی که کمی ریاضی بلد هستن میفهمن قانون میانگین ها میگه یک تیم در این سطح با اون تعداد تاچای خیلی زیادی که در داخل محوطه حریف انجام میده و اون فشاری که در نیمه دوم وارد میکنه، قانون میانگین ها میگه احتمالاً در 1 2 یا 3 بازی آینده حتما در بازی پاریس سن ژرمن پنالتی وجود خواهد داشت. به همین دلیل اینجا احتمال کمی بالا رفته چون مدل‌های پیش بینی همونطور گفتم بخصوص مدل دکسونپول روی این مسائل خیلی دقت داره، به اون خاطر کمی احتمال پنالتی را بالا برده چون این تیم‌های بزرگ وقتی خیلی پرفشار بازی میکنن معمولاً پنالتی در بازی‌هاشون زیاد رخ میده و از اونجایی که پاریس سن ژرمن فقط یک پنالتی در بازی آخر خود گرفته، احتمال این که در این بازی یا بازی بعدی یا در 3 بازی آیندهش احتمال این که پنالتی وجود داشته باشه کمی بالاتر میره و همون خاطر احتمال پنالتی اینجا الگوریتم کمی بالاتر حساب کرده. احتمال این که بازی بدون گل باشه 4% خیلی پایین است چون دو تیم معمولا گل میزنن در بازی‌های خود و داده نشان میده که تیم که بازی احتمالاً بدون گل نخواهد بود. احتمال این که پاریس سن ژرمن در بازی گلزنی کنه 78% است. احتمال این که بایر مونیخ گل بزنه 84% است. خب دو تیم از نظر تهاجمی حالا درسته پاریس کمی ضعیف‌تر است نسبت به بایر مونیخ اما خب آمارای پاریس هم خیلی بد نیست، همین خاطر احتمال داره که هر دو تیم گل بزنن. احتمال برد پاریس سن ژرمن با توجه ما اینجا بچه‌ها امتیاز بازی خانگی هم حساب می‌کنیم با توجه به امتیازی که پاریس در خانه خودش بازی میکنه و امتیاز خانگیش احتمال داره که 28% احتمال داره که بازی را ببره. از اون طرف بایر مونیخ هم احتمال این که بازی را ببره 46% است و احتمال این که بازی مساوی شوه هم 26% است. این هم به اصطلاح قسمت یکی مانده با آخر انفوگرافیک ما. خب ما یک قسمت آخر هم اینجا داریم که ضرایب ویژه رو پیشنهاد میکنیم براتون، اون را متاسفانه نمیتونیم در ویدیو براتون نشان میدیم اما خودتون میتونید در کانال اختصاصی ما جوین شوین. کاملا رایگان است، هیچ هزینه‌ای نداره، فقط از طریق لینک هایی که ما در بخش دیسکریپشن و در کامنت ها براتون میمونیم با ما به تماس میشین، ما در گروه ادتون میکنیم. کل انفوگرافیک هایی که اینجا براتون نشان داده میشه در اونجا مانده میشه و شما میتونید دانلود بکنین. همونطور که گفتیم کاملا رسپانسیو است، هم در موبایل هم در کامپیوتر هم حتی در تلویزیون های هوشمند هم و تبلت اینا هم هر دستگاهی که دارین میتونین باز بکنین، خودتون آمارا رو چک بکنین، استفاده بکنین. متاسفانه ما قسمت آخر در ویدیو نشان دادن نمیتونیم اما این قسمت یکی مونده با آخر ما یک تحلیل فنی اینجا براتون نوشته کردیم و یک تعداد نکات تکمیلی است که باید در نظر بگیرین و خب من نمیخوام که وقت ویدیو خیلی طولانی نشه، خودتون میتونین بین اینا رو دانلود بکنین. حجم خیلی زیادی هم نداره، یعنی 10 تا از این انفوگرافیک ها رو اگر دانلود بکنین روی هم 1 MB نمیشه. دیگه 2 بازی دیگر هم ما انفوگرافیک آماده کردیم اما چون وقت ویدیو خیلی طولانی میشه، زمان ما خیلی کوتاه است و همون خاطر نمیخوایم کل چیز دانه دانه براتون بگیم. بازی اتلتیکو در مقابل پاریس سن ژرمن است که فردا شب برگزار میشه، میتونن اینم استفاده بکنین. از اون طرف بازی آخر ما هم بازی النصر فوق العاده این فصل است که با الاهلی بازی میکنن. انفوگرافیکش براتون آماده کردیم، میتونین استفاده بکنین و پیشبینی‌های خود با استفاده از این آمارها انجام بدین و به دردتان بخوره. این بود ویدیوی امروز ما. اگر از ویدیو خوشتان آمد دوباره تکرار میکنم حتما ویدیو رو لایک بکنین. بچه‌ها لایک کردن ویدیو 2 ثانیه وقت از شما نمیگیره اما به ما کمک خیلی زیاد میکنه چون شما وقتی ویدیو رو لایک میکنین یوتیوب متوجه میشه که این ویدیو به درد بخور است و برای کسای دیگه هم ویدیو ما رو پیشنهاد میده که ببینن و همینطور آهسته آهسته جمع ما جمع‌تر میشه و تعداد ما اضافه تر میشه. پس حتما ویدیو رو لایک بکنین. اگر یک کامنتی هم در زیر ویدیو بارین باعث خوشحالی است، اما اگر وقتش ندارین خیلی
مهم نیست. کانال رو حتما سابسکرایب بکنین و اون زنگوله بغلش هم فعال بکنین که هر وقت ویدیو جدید ماندیم یوتیوب مستقیم بر شما اعلان روان بکنه، نوتیفیکیشن روان بکنه، شما با خبر شوین و اولین کسی باشین که ویدیوی ما رو ببینه. مهمتر از همه ای است که اگر دوستای دیگه دارین که به این نوع ویدیوها و این نوع اینفوگرافیک‌ها نیاز دارن و پیش بینی بازی علاقه دارن، حتما ما رو با اونا معرفی بکنین تا اونا هم بیان و جمع ما بپیوندن. هر چقدر تعداد بیشتر باشه خب قطعا پیش بینی های دقیق تر انجام میشه و کلا میگن عقل 2 نفر از 1 نفر بیشتر است. لینک شبکه‌های اجتماعی ما را احتمالاً تا حالا چند بار زیر ویدیو دیدین، در بخش دیسکریپشن هم موجود است. ما را در شبکه‌های اجتماعی دیگه اینستاگرام، فیسبوک، تیک تاک هم دنبال بکنید. به خصوص صفحه فیسبوک ما محتوای خیلی جالبی اونجا براتون منتشر میکنیم، گرافیکای خیلی زیبا و جذاب برای بازی‌ها طراحی میکنیم و در کل اونجا یک محتوای متفاوت داریم که میتونین لذت برین. در فیسبوک اگر فوتبال پلاس سرچ بکنین صفحه ما را حتما براتون بالا میاره. تا ویدیوی بعدی که دوباره شما را میبینم، خدا نگهدار.